چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ قدیمه داشته به زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق توجیک علاقمندی زیاد دارد. آن یک نوع گلدوزی ملی در متاحهای پختگی و ابریشمی است. فستیوال جمهوری صدرنگ چکن نیز از جمله تدبیرهای گرامی داشته ارزش‌های اصیل فرهنگی ارزیابی می‌گردد که به ترغیب و تشویق لباس ملی، بلند برداشتن نقش سوزنی دوزی و گلدوزی در متاع، نمایش دادن هنری والای طراحان و چیوران و هنرمندان وطنی روانه گردیده است. دور شهری فستیوال با ابتکار بخش کاربازان و عائله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند در طربخانه دوستی برگزار گردید. معاون رئیس شهر پروین نقیبی در آن اشتراک و سخنرانی نموده ابراز داشت که با اقدام نجیب دوربینانه و آینده سازی پیشروی معظم ملت در جلسه 13 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریکی نمینه چکن هنری گلدوزی در جمهوری تاجیکستان رسما به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد گردید که مایه افتخاری مردمی سربلند و فرهنگ سالاری توجیک می باشد. محترم هیئت حکمان، بانوان و زنان ارجمند، حاضرین گرامی، با شرافت صاحب استقلال وطن عزیزمون و سیاست فرهنگدوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در کشور خورشیدیمون در سمت احیای رسم و آیین، عنعنه‌های قدیمه، هنرهای مردمی روی آوردن به لباس ملی تمدن قدیمه ما را برای جهانیان معرفی نمود. در زمینه دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت، قرار و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، قرارهای رئیس ولایت سوق و قرار رئیس شهر پنجکند هر سال آزمون صدرنگ چکن برگزار کرده می شود. در ردیف نامگوی لباس‌های ملی ما چکن یکی از نمود هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمه داشته به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک علاقمند است. باعث سرفرازی است که با اقدام پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
در جلسه 13 کمیته بین حکومتی اوید به حفظ ویروس فرهنگی غیرمادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریکی نامیناسیون چکان هنری گلدوزی در جمهوری تاجیکستان از جانب این سازمان به میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد گردید. اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل گردید. توصیف چکان در سامانه یونسکو چنین معرفی شده است: چکان یک نوع گلدوزی ملی در متاحهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. در ولایت ختان تاجیکستان چکان یک جزء مهم لباس عروس و داماد و تنتنه‌های ادانه به شمار می رود. در اینجا دامادها طاقه خود را با گلدوزی‌های چکان آرام می دهند و زنان و دختران در روزهای توی و عید و مراسم کرته‌های چکان به بر می کنند. یونسکو می نویسد که صنعت چکان از نسل به نسل با شیوه استاد شاگرد به میراث مانده است. برگزاری فستیوال 100 رنگ چکان یکی از تدبیرهای اصیل گرامی داشت ارزش‌های فرهنگی بوده. از روی 6 نامیناسیون معین نمودن بهترین چکاندوز، سوزنیدوز، طراح در 3 دایر می گردد. مقصد از برگزار نمودن فستیوال مذکور بلند برداشتن احساس وطندوستی و خویشتنشناسی، افتخار وطنداری، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن فرهنگ و ادبیات، رسم و آیین‌های ملی مردمی و به این وسیله معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی روانه گردیده است. همچنین صنعت گلدوزی در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کل ساحه علم انعکاس خود را یافته است. بازیافت‌های باستانشناسان منطقه‌های آریانشین گواهی می‌دهند که مردم تاجیک و اجدادان او به متاح‌های گوناگون گلپرتویی و گلدوزی می‌نمودند که آن بین دیگر خلقیت‌های قدیم معروف و مشهور بود. نقش‌های چکان هر کدام دارای مضمون خاصه بوده، بیشتر خصوصیت دینی داشتند. آفتاب، ماه، ستاره‌ها، آتش، آدم، جانوران و رستنی‌های مقدس و امثال این. نقش 3 برگه در چکاندوزی موقع اساسی را اشغال می‌کند. با چنین نقش شیرازه، پاجامه و آستین را آرایش می‌دهند. در زمان استقلال دولتی با دستور و هدایت‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شأن و شهرت چکان خیلی بلند گردید. زنان و بانوان تاجیک را چکان را در جشن‌های نوروز و مهرگان، چاره‌بینی‌های فرهنگی دولتی، استقبال مهمانان عالی‌قدر، توی و معرکه‌های خانوادگی و برنموده یکجایه با نان و نمک منظور مردم می‌گردانند. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر ترغیب و تشویق چکان در تمام چاره‌بینی‌های سطح جمهوریوی و بین المللی از جمله فستیوال آزمون‌های اندلیب، چکامه گیسو، سپیده، چکان، نمایش بین المللی مود، دیار حسن، تجلیل جشن بین المللی نوروز، مهرگان، روزهای عید استقلال دولتی، وحدت ملی، 6 مقام، فلک، این متا را همچون جزء جداناپذیری این معرکه‌های مهم منظور هزارها نفر تماشابینان وطنی و خارجی می‌گردانند. حاضرین گرامی، اعضای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین به هیئت حکمان و اشتراکچیان فستیوال شهری 100 رنگ چکان کامیابی‌ها آرزو می‌نمایم. باوری دارم که زنان و بانوان زیبای ما با احیای هنرهای مردمی از قبیل چکان و چکاندوزی، سوزنیدوزی و گلدوزی، پاره‌دوزی، اطلس و ادرس بافی، دوختن تاقی و جزدان و دیگر نمود طراحی در دور ولایتی فستیوال 100 رنگ چکان با موفقیت‌ها نایل می‌شوند. سلامت و سربلند و موفق باشید.
دوره شهری فستیوال صدرنگ چکن از روی نامیناسی‌های نمایش لباسی کودکانه، نمایش لباسی روزمره، نمایش لباسی مراسمی و عیدانه و نمایش نوع‌های گوناگون سوزنی‌دوزی برگزار گردید. پیشنهاد سوزنی‌ها از هنر و تخیلات اشتراکچی وابستگی داشتند و با استفاده از رمز و عنصرهای فرهنگی ملی، نقش و نگار و گل‌های رنگارنگ پیشکش اعضای حکمان گردانیده شد. از پیری‌های تاریخ برناست تاجیکستان، مانند قله‌هایش برجاست تاجیکستان. دست از کشوری ما خلقش مثال پنجه، با ملتی گوناگون زیباست تاجیکستان. درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت نیسارتان باد. حاضرین ارجمند، اشتراکچیان فستیوال شهری صدرنگ چکن، یکایک شما را به دور یکم فستیوال صدرنگ چکن که امروز در شهر باستانی پنجکن برگزار می‌گردد صمیمانه خیرمقدم می‌گوییم. همه ساله فستیوال صدرنگ چکن در تمام گوشه و کنار کشور محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال با تنتنه جشن گرفته می شود. مقصد برگزاری فستیوال بلند برداشتن احساس وطن دوستی، خویشتن شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنری والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به حساب می رود. فستیوالی که امروز برگزار می گردد طراحان و هنرمندان از محله‌های شهر، جماعت‌های دهات، تشکیلات و کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها اشتراک می‌نمایند. فستیوال از روی 6 نامیناسیون برگزار می‌گردد. یکم، نمایش لباس قدیمی چکن. لباس باید شینم و زیبا باشد و با نقش و نگار قدیمی آرا داده شود. در لباس نقش و نگاری منطقه‌های گوناگون کشور انعکاس گردد. دوم، نمایش لباس کودکانه. لباس کودکانه وابسته به تخیلات ایجادی طراحان گوناگون رنگ و مختلف مضمون، شینم و زیبا باشد. سیوم، نمایش لباس روزمره با طلبات زمان معاصر موافق باشد. در لباس نقش و نگار ملی انعکاس گردد. در دوخت لباس تخیلات ایجادی طراحان تجسم یافته باشد. چهارم، نمایش لباس مراسمی و عیدانه. در لباس باید تخیلات ایجادی طراحان تجسم یافته باشد. از متاعهای ملی اطلس و ادرس و علوچه نیز استفاده برده شوند. پنجم، نمایش لباس‌های رسمی از متاعهای یک رنگ دوخته شده در آن نقش و نگار ملی چکن و گلدوزی استفاده گردد. ششم، نمایش نوع‌های گوناگون سوزنی‌دوزی. پیشنهاد سوزنی‌ها از هنر و تخیلات اشتراکچی وابستگی داشته باشد. در فستیوال شهری صدرنگ چکن امروز اشتراک میکنند طراح بیگمراد و زهرا از محله سوزنگران، طراح قرشی و رخشانه از محله گلستان، طراح ایسوق و مطلوبه و طراحی ورزیده جلال و ساجده. هنرمندان امین و مطلوبه. نماینده از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن. جلال و مغزونه از مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ. سنگین و مهیا از محله گلستان. برهان و فرخنده از مؤسسه دولتی کالج آموزگاری. سراج‌الدین و محبوبه از مؤسسه تحصیلات علاوگی. بابای و سلامت هنرمند شناخته. شامراد و رخساره از جماعت لایق شیرالی. حاضرین ارجمند در هیئت حکمان و تدارکات آزمون اشتراک می نمایند.
معاون رئیس شهر پنجکن محترم پروینه نقیبی، مدیر شعبه کارباز زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن زمان و همزیره، هنرمند شناخته دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان امین و مطلوبه، دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 عنایت و گلبهار و سردار ریاست اگنسی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکن زمانیان نگاره. مرحمت میگذارم به شرط اولی فستیوال نمایش لباس کودکانه در تهیه طراحان پیشکش شما میگردد. حاضرین ارجمند میگذاریم به شرط دیگری فستیوال. شرط دیگری فستیوال صدرنگ چکن نمایش لباس روزمره می باشد. مرحمت در تهیه طراحان و هنرمندان پیشکش شما. گلدختران تاجیک زیب جهان تاجیک
میگذاریم به نامیناسی دیگری فستیوال نمایش لباسی مراسمی و ایدانه در تهیه طراحان و هنرمندان منظوری شما میگم. نامیناسی دیگر نمایش لباس‌های رسمی در تهیه طراحان و هنرمندان شهر پنجکن. مرحمت. رسیدیم به نمایش آخرین یعنی نامیناسی آخرین فستیوال صدرنگ چکن نمایش نوهای گوناگون سوزنی دوزی پیشنهاد سوزنی ها از هنر و تخیلات اشتراکچی وابستگی داشته با استفاده رمز و عنصرهای فرهنگ ملی نقش و نگار و گلهای رنگارنگ منظور کرده شوند. حالا از هیئت حکمان خواهش میکنیم که از هنر و مهارت طراحان و دوزنده ها دیدن کنند. مرحمت.
من بگمردوبه زهره چکندوز. من این نقشای دستی دوزی خودم نقش میکشم. این کسب رو من از مادرم از خردسالی یاد گرفته. طولی سال 2020 من همین کسب رو پیش میبرم تا حاضر و پیش بردنیم. شاگرد هم تیار میکنم. در سایت های اجتماعی سودا میکنم. با خریدارهای هستن که با خانه آمده میگیرن میبرن و دوزنده ها میدوزن. دسترسی مزاجا میکنم. امروز من بسیار خرسند هستم که در آزمون فستیوالی صدرنگ چکن اشتراک میکنم. من هنرمند از محله زردالزار رحیم و صابره میباشم. من اویلوی هم هنرمند کلینا دخترها من نیورا زردوزی کردن. من این هنرهایی که میبینیتون همیشه با دست خودم من آماده کردم. من این دخترم پارادوزی میکند، قراقدوزی میکند. من این نیورا هم زردوزی میکنن، هم رسامی رفتوسین. من رحمت میگم به حکومت، به دولت، به پرزیدنت کشور که این خیلی شرایطای برای فرزندان برای ما مهیا کردن. من بسیار خرسند که همه جوانان حاضر رو به کتابخوانی رو به آزمون ها رفتن. انا با هنرمندی همه چیزی نقص. هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. من که هنرمند هستم، همین وقتی که نبودم باید دستی من به نان و پول هست. چون که هنر سیموزر است. برای من میخوام که همه جوانا رو با بازی و با آواره‌گردی نکنم، تلفن بازی نکنن و من این هنر آموزن که آینده خطا نمیکنن. با هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست. من بابای و سلامت هنرمند هستم و در بابت هنر گفتنی هستم که وقتی مهنتی حلال میکنید، هنری حلال دارید، هیچگاه خار نمیشوید. امروز که ما در شهر پنجکنت باستان فستیوال آزمون صدرنگ چکن را برگزار کرده ایستاده‌ایم و امروز ما چنانی که شاهد آن گشتیم، همه آن گل دختران با مهنت دستی خود در اینجا اشتراک ورزیده هنرهای خود را نشان دادند و من میخوام که همه جوان دختران امروز باید به هنر مشغول باشند و زندگی خودشان را با هنر خود به پیش برند. من اسقلا مطلوبه هنرمند چهور میباشم. در آزمون‌های ولایتی، در آزمون‌های شهری اشتراک کرده، جاهای غالبیت را به دست آوردم. من شاگردان بسیاری را به این هنر مشغول کردم برای آنکه آنها دخترچه‌ای که مکتب هفتم، هشتم، نهم میخوانند آنها را به این کار مشغول کردم. به این هنری چکندوزی، دوزندگی، چاکدوزی مشغول میکنم. ما دوزنده ها با شاگردان در همین فعالیت کاریمون دوختن کرته، دوختن چپون، دوختن نیمچه و با مردها کاستوم و بروک و چند نمود کار مشغول هستیم. من میخواهم دختران به این کار فعالیت به دست آورده به خلق و وطن خود خدمت کنند. تاجیکستان هر کنار دلکشاد، آبهای چشم ساران شفا. من به وصفت گفته ام هم دوسنا، تاجیکستان را نگه دار ای خدا. من برهانова فرخنده دانشجوی کورس یکی کالج آموزگاری شهر پنجکه می باشم. من محصول دستانی خودم را در اینجا برای نمایش گذاشته شدم. با برابری در کالج آموزگاری خواندنم، این چنین برای آماده نمودن هر گونه هنرهای مردمی از جمله آماده نمودن کرته ها، سوزنی ها مشغولم که این چنین در کالج ما محفل های احیای هنرهای مردمی است که در آنجا همه روزه در وقتهای خالگی دختران ما در آنجا آمده به آموختن هر گونه کسب ها مشغول می شوند که در آنجا معلمه های با تجربه برای دخترها هر گونه هنرها را یاد می دهند. این پیشوای میلت آور سو وحدت، امامدی رحمان تاج سامان بر سرت. هر جا باشی همیشه خدا باشد رهبرت. ما کودکانی دانا مینت داریم از شما، چون که برای ما یا بکشاده دبستان. ما خوانده دانا شویم، یک جا یک دل شویم. فردای تاجیکستان در دست ما کودکان.
در فرجام بهترین اشتراکچیان از جانب بخش کاربازان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیده به دور ولایتی راحت گرفتند. برای خلاصه براری و جنبستی فستیوال شهری صدرنگ چکن با کمال احترام سخن به هنرمند ورزیده دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان امین و مطلوبه. بسیار خرسند هستیم که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت این عنعنه‌های مردمی ما از سر نو احیا گردید. نباید که با هنرهای اجدادان گذشته تاجیک را فراموش کنیم. بسیار خرسندیم که حکومت تاجیکستان اینچنین حکومت شهر پنجکند مقصد گذاشتن که عنعنه‌های سوزنی دوزی مردمی زرافشان را از سر نو احیا کنیم. امروز که قریب هنرهای مردمی قدیمی ما از بین رفته ایستاده است. من از شما همه طراحان دوزندگان خوش میکنم که همین عنعنه‌های گذشته ما فراموش نشود. امروز در گلدوزی های مردم تاجیک عنعنه سوزنی دوزی مردم تاجیک احیا گردد. همین طراحان من میگم که نقش آفریدن نقش قدیمی مردم وادی زرافشان نقش گلدوزی ما از دیگر منطقه‌های تاجیکستان فرق میکند. چون که گلدوزی مردمی وادی زرافشان تماما دختش دیگه نقشش دیگه آرایشش دیگه. ولی همینم خواهیم که معرفگری تاریخ و فرهنگ مردم وادی زرافشان شویم. از همین هنر گلدوزی اصلی تاجیکانه مردم تاجیک خصوصا طریق دالدوزی استفاده بریتان در همین مکتب ها، معلمه ها، آموزگاران، در اینچنین کالج ها، دانشکده، در تمام مؤسسه های تعلیمی همین گلدوزی های مردم تاجیک در مکتب های میانم براه مانده شود که تا اینکه در آینده همین دخترچه که صنف 2 میخواند تواند که صنف 10 برای خودش یک کرته چکن تاجیکی دختر تواند. برای سپاریدن سپاسنامه ها و تحفه های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به صحنه معاون رئیس شهر پنجکند محترم پروینه نقیبی را دعوت می‌نمایم. مرحمت. سپاسنامه به بیگمراد و زهرا برای اشتراک فعالانه در دور شهری فستیوال جمهوری صدرنگ چکن ارجگذاری به هنر ملی چکندوزی که به فهرست میراث غیرمادی بشریت سازمان یونسکو شامل است برای صاحب شدن به مقام یکم در نامینه لباس‌های قدیمی چکن سرفراز گردانیده می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده. سپاسنامه به رحیم و صابره برای صاحب شدن به مقام یکم در نامینه لباس‌های روزمره سرفراز گردانیده می شود. سپاسنامه به امین و مطلوبه نماینده از دانشکده آموزگاری تاجیکستان برای صاحب شدن به مقام یکم در نامینه نام‌های گوناگون سوزنی دوزی سرفراز گردانیده می شود. جلال و ساجده برای صاحب شدن به مقام دوم در نامینه لباس‌های کودکانه سرفراز گردانیده می شود. جلیل و مفزونه هنرمند از مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ برای صاحب شدن به مقام دوم در نامینه نام‌های گوناگون سوزنی دوزی سرفراز گردانیده می شود. بیگمراد و زهرا برای صاحب شدن به مقام دوم در نامینه لباس‌های روزمره سرفراز گردانیده می شود.
مقام دوم در نامینه لباس‌های رسمی سرفراز گردانیده می شود. هنرمند باباچای و زیورای برای صاحب شدن به مقام دوم در نامینه لباس‌های قدیمه چکن سرفراز گردانیده می شود. اینچنین نرزالله و ستاره برای صاحب شدن به مقام دوم در نامینه لباس‌های مراسمی و عیدانه سرفراز گردانیده می شود. همچنین هنرمند بابای و سلامت برای صاحب شدن به مقام سیوم در نامینه لباس‌های کودکانه سرفراز گردانیده می شود. اینچنین ایساق و مطلوبه برای صاحب شدن به مقام سیوم در نامینه لباس‌های روزمره سرفراز گردانیده می شود. هنرمند سراج‌الدین و محبوبه برای صاحب شدن به مقام سیوم در نامینه نام‌های گوناگون سوزنی دوزی سرفراز گردانیده می شود. هنرمند شامراد و رخساره برای صاحب شدن به مقام سیوم در نامینه لباس‌های رسمی سرفراز گردانیده می شود. برهان و فرخنده نماینده از مؤسسه دولتی کالج آموزگاری برای شامل شدن و مقام سیوم در نامینه لباس‌های قدیمه چکن سرفراز گردانیده می شود. سپاسنامه و زمانیان نگاره و اهل کلکتیو ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی برای اشتراک فعالانه در فستیوال شهری صدرنگ چکن سرفراز گردانیده می شود. اینچنین سنگین و خاورای برای اشتراک فعالانه با سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجگین سرفراز گردانیده می شود. سپاسنامه نوبتی برای اشتراک فعالانه به شعبه معارف برات و مقصد از برگزاری فستیوال جمهوری صدرنگ چکن بلند برداشتن احساسی وطن دوستی و خویشتن شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنری والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به حساب می رود.